یعنی خشم آنها بر ابوبکر نبود، خشمشون برای چی ما هم در همون مشورت به شخصیت ابوبکر نبود. نه، به شخصیت ابوبکر نبود. علمای خودشون خطاکار نبردن، امامایی که دعوای اسمت شده دارن اونا رو خطاکار بردن، اونا رو تقیه‌چی و ترسانچی و بزدل پروردن. نعوذ بالله. یعنی که به همیشه یعنی که چی میشد علی بین مردم برآمده یک چی میگه که در دلش وای گپ نیست. اگر شما طعنه به ابوبکر زنید، طعنه به ابوبکر زنید، به فرزندان ابوبکر زنید، امام شما خون ابوبکر در رگش جاری هست. ولی که علی اونها رو صدق و فاروق نگردید. یعنی اونها امام خودم اطاعت نمیکنن، امام گوش نمیکنن. اولین فرزند عبدالمطلب که بیعت با ابوبکر من بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، در صحبتی گذشته در یک جای خیلی شوق‌آورش اومده برنامه ما تمام شده بود و استاد عزیز در یک جای اومده رسیدیم که سوال این بود که علی رضی الله عنه و زبیر بیعت کردن با ابوبکر صدیق یا نکردن، چگونه شد؟ بیان میکردید استاد عزیز. خب گفتم که سوال ما چرا خشم گرفتن اونها؟ علی و زبیر چرا خشم گرفتن؟ چون که در چیزی لفظی حدیث کلمه خشم اومده است. چیزی یعنی جای شک و شبهه است. ولی وقتی که اون دروغگوها مثلا آواز میکنن که این سببش این بود که علی ابوبکر رو سزاوار خلافت نمیدونست، سزاوار مثلا امیری مسلمانان بدونش نمیدونست. خب برخورد ما باید بر روایت های اونها اولا این باشه که یک قاعده نباید که فراموش کرد. همون قاعده این مردم دروغ رو دین میدونن، دروغ رو برای خود دین گرفتن. بنابراین شیخ الاسلام ابن تیمیه گفتن که اکذب الناس فی المنقولات و اجهل الناس فی المعقولات. یعنی که در چیزی که نقل حدیث شده، نقل اخبار، دروغگوترین مردم هستند. حتی که حماد بن سلمه میگه که از علمای تابعین میگه که اینها میگن که ما می نشستیم با هم دیگر علمای، یعنی که یکی از علمای رافضی نقل میکنه، هر چی که خوشمون میآمد، هر چی که معقول میشد حدیث میگذاشت، حدیث میگفتن. بله میگفتن برای اینکه شاید موافق هوای نفس خودشون شد. بنابراین باید دقت کنیم در حقیقت خوب بیننده عزیز که اصل در اون دروغگویی هست. الا من رحم الله که نادرا اونها چی راست میگن. و این سخنی که گفتیم اکذب الناس فی المنقولات، اینا به سبب نیست. یعنی که اصلا کتابشون گفته برای اگه یاد داشته باشه در ردیه و درباره اصول کافی گفتیم، بله 75% کتاب دروغ است. دروغ تصور یعنی که 100 تا گوز دیگه است، اول 75 از دروغ است. خیلی اعتماد میکنه به البته. بنابراین اینجا هم اونها آمدن و گفتن که ابوبکر علی سزاوار منصب نمیدونست، برای ما خشم گرفت. یا زبیر هم خیلی. لکن وقتی به خود روایت خیلی گفت نظر میکنیم، سبب خشم اونها رو روایت آوردگی است. یک میزه و ویژگی دیگر این رافضی ها، این دروغگوها این است که اونها همیشه قیچی به دستن، روایت تقطیع کردن بسیار دوست میدارن. اونچه که برای معقول نیست قیچی میکنن. حتی آیات ها رو مثلا آیات تطهیره که دعوا دارن، اصلا آیات درباره مادرای مؤمنا هست، اومدن یک آیات نه جزئی آیات کنده قیچی زدن که همین درباره فلانی هست. اینکه در حقیقت استا هستند، اینکه در دروغگویی و در دروغ بافی و در قیچی زنی، قیچی به دست آورده، یعنی که به اصطلاح. خب میگن که در روایتی که اینجا اومده است، حضرت علی رضی الله عنه میگن که ما غضبنا الا لان قد اخرنا عن المشاوره. یعنی که من و زبیر غضب و خشم سببش این است که ما رو از مشورت به تأخیر انداختید، یعنی که ما رو به مشورت دعوت نکردید. در سقیفه نبودن. بله در سقیفه نبودن، یعنی که خیلی انتخاب شد، یعنی که سببی ایشون همین بود، این که غضب و خشمشون که ما میدونش ما مثلا پیامبر خشتبارش از این اما بچه بود، این علی امک بچه بود، هم داماد بود مثلا، هم از بنی هاشم، یعنی خیلی دارن ویژگی دارن. بنابراین گفتن که چه خیلی میشه که به مشورت ما این کار تموم شد. یعنی که همین است که جایی که خشم کردن. و بعد از اون علی بن ابی طالب میگه که و این نرى ابابکر احق الناس بها بعد رسول الله. این مردونه که دیگه میگه که بعد اون که سبب خشمش میگه که ما ابوبکر رو سزاوارترین مردم بعد رسول الله به منصب میبینیم. یعنی که علی اینجا نیابتا از همون عمری بعید کم میزند. علی که
علی و عباس مثلا 2 نفر که سردار بودن اونجا به مشورت هم کار نمیکردن اونا. و گفت که انه لصاحب الغار و ثانی اثنین. این همون چیزی که حضرت عمر افتادن عیناً همین چیزا علی بن ابی طالب گفت که تاکید کرده صاحب غار است، یعنی با پیامبر در غار بود و هم دومی 2 نفری که در غار بودن در حق شما آیات نازل شده است. و ان لنعلم شرفه، یعنی که ما شرف و شرافت و بزرگمردی ابوبکر مومن گفتن علی بن ابی طالب. بعد گفت که ولقد امره رسول الله صلی الله علیه و سلم بالصلاه بالناس وهو حی. پیامبر اینا و پیغمبر که به نماز گذاشته امامتی کردن دستور داد در حالی که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود. یعنی خب دیدیم یعنی که سبب غضب اونها جو هم دارد. البته این 2 نفر بزرگوار هستن، علی سید بن هاشم، زبیر اما بچه پیامبر است، یعنی که اینا داماد پیامبر بود. علی مثلا میتونست این اعتراض کنه برای اونها، یعنی خشم آنها بر ابوبکر نبود، خشمشون برای چی ما هم در همون مشورت به شخصیت ابوبکر نبود. نه به شخصیت ابوبکر نبود. در آخر تاکید کرده ایستادن که سزاوارترین شخص همون ابوبکر، همین فضیلت ابوبکر گفته ایستاد که علی بن ابی طالب میگه. یعنی که چه گفتم اعتراضشون در حقیقت اعتراض منطقی بود. میگه مثلا که به ما روایت استاد حاکم این سالپوری و موسی بن عقبه که در مغازه آورده است، میگه که عبدالرحمن بن عوف همراه عمر بن خطاب بود. میگه محمد بن مسلمه میگه شمشیر زبیر شکست. این همون قهرمانی که پیامبر اسلام برای قتل یهودی فرستاده بود. و میگه ابوبکر اون 2 مردم خطبه کرد که همین روایت آخرش همین سبب خشم علی از ابوبکر رضی الله عنه برای ما بیان میکنه. خب استاد میشود فکر علی رضی الله عنه را نسبت ابوبکر صدیق امت باز کمی روشن‌تر برای بینندگان بیان کنیم. بله، البته وقتی که روایت‌های علی بن ابی طالب نسبت اصحاب پیامبر یا نسبت شخصی صدیق اکبر رضی الله عنه یا فاروق اعظم باید که به شکل جمع کنیم، باید فکر گوییم، یعنی که نمیشه که با مقایسه کنیم میکنن به این شکل. اونا عادتا همین شکل بیانن رأی علی رو نسبت اصحاب پیامبر. لکه وقتی به کتاب‌های معتبرترین اونها مثلا نهج البلاغه که بعد از قرآن رو دوم کتاب حساب میکنن، در نامه 6 علی بن ابی طالب وقتی به معاویه نامه می‌نویسد هنگام جنگ صفین میگوید که انه بایعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان لله رضا. ببینید یعنی همین نامه کوتاه است، لیکن علی بن ابی طالب چند قاعده مهم در انتخاب خلیفه رو برای ما پیشکش میکنه. یکم میگه که معاویه همون شخصان ما رو بیعت کردن که ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن به آرای اون چی که بیعت کردن، که به اون شرط و شروطی که بیعت کردن که در راه خدا باشه، در راه خدا بیرون نرود. فلم یکن للشاهد ان یختار، یعنی که انسانی که همونجا بود دیگه حق اختیار دیگه کسی ندارد. اینشون ولا للغایب ان یرد، تو که غایب هستی تو حق رد کنی نداری. چرا؟ انما الشورى للمهاجرین والانصار، مهاجر و انصار انتخاب میکنن. یعنی که خود مبدأ شورا رو علی بن ابی طالب قبول دارد و معاویه رو الزام دارد که اینجا مهاجر و انصار فقط حقی چه دارن؟ انتخاب کردن. شما والی‌هایی که در دور هستید فقط جز اطاعت به اختیار اونها دیگه کار نداره. بعد گفت که اگر اون مردم جمع شدند و مردی رو انتخاب کردند، رضایت خدا هم در اون خواهد بود. به همین شکل علی بن ابی طالب یعنی که خلافت ابوبکر صدیق شرعیت میبخشد، خلافت عمر بن خطاب یعنی که من اینو قبول دارم، منم همین به همین طرز انتخاب شدم میگه. یعنی که اینجا آنها انتخاب شدن، چه اونها انتخاب شدن. و در جای دیگه مثلا از علی بن ابی طالب میبینیم میگه که در هم بود نهج البلاغه میگه که ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكن دعوتموني إليها وحملتموني عليها. من میگه نه رغبت به این چیز نه خواهش داشتم، شما اومدید من دعوت کردید که ماجر بالا من تحمیل کردید این وظیفه. یعنی انسانی که اگر از طرف خدا تعیین شده باشد مگر همین که میدونه چقدر که اونو دعوا دارن که امامت منصب الهی است، منصب الهی باشد علی مردم میگه که شما رو مجبور کرده، شما بالا من بار کرده این چیزا. اینا در کتابی مثلا این روایت هم حاکم هم آورده که این چیزا به همین نزدیک معنا
میگن که حاکم نیشاپوری به علی ابن ابی طالب گفتش که آیا بعد از خودت جانشین میگذاری وقتی که علی رو مجروح کرده بودن؟ علی ابن ابی طالب جواب گفت که مستخلف رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بعد خودش خلیفه نگذاشت. یعنی که این همون مذهبی باطل ریشه‌کن کرده حضرت علی که بعد از پیامبر یک باید خلیفه باشه یا از خدا تشریف بشه. علی ابن ابی طالب خودش اینا ریشه‌کن کرده این فکره. این در کتاب غدیر امینی گفته که علم اونها عمدگی است. بعد گفت که فاستخلف، یعنی که پیامبر جانشین نگذاشت که من جانشین گذارم. به شورا یعنی واگذار کرده است. بعد دوام گفت که ولکن ان یرید الله بالناس خیرا فسیجمعهم بعدی علی خیرهم. اگر خدا نیکی خواسته باشه بعد من با بهترین اونها جمع خواهد کرد کما جمعهم بعد نبیهم علی خیرهم. بله شهادت علی نسبت ابوبکر گفته خودی شخصی ابوبکر میگه که خب اگر که گفت من خلیفه بعد خودم جانشینم که انتخاب نکردم، یعنی که تعیین نکردم، بعد از پیامبر خیلی که بهترین آدم بالاش جمع شدن یعنی ابوبکر، بعد از من از ان شاء الله خدا اونها رو الهام خواهد داد تا اینکه به بهترین مردم جمع شوند و رای دهند و اونا برای خودشون خلیفه انتخاب کنن که علی حسن ابن علی رضی الله عنه خلیفه شد. یعنی که این عبارهای علی ابن ابی طالب است. این چیزی، این حق است، این حقیقتی است که شاگردان پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به دیگر اینکه بها میدادن همین شکل، چون اونها از مشکات نبوت که درس گرفته بودن و پیامبر که شنیده داشتن، اینکه قلب اونها غل و حقد و حسد نسبت به دیگر نمیدونست. اگر ببینیم اگر باز به همین معنی نزدیکتر محمد ابن الحنفیه مثلا، ببین محمد ابن الحنفیه پسر علی است و ابن الحنفیه برای اون میگفتن که از همون کنیزکایی که از جنگ مرتدها گرفته بودند و آورده بودند به علی داده بودند، علی هم قبول کرده بود، از همون فرزنددار شد. این هم خودش نشان اون است که علی حکومت ابوبکر قبول داشت. یعنی این درگاه مثلا آواز میکنن که قبول داشت. از اون مثال غنیمتایی که تقسیم میکرد از جنگ مرتدها علی استفاده می‌کرد، من گرفت اینا مادر فرزندانم شد مادر. بعد گفت که قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول الله، پدر جان بعد پیغمبر بهترین مرد کیه؟ قال ابوبکر. علی میگه برای پسرش، یعنی برای پسرش آدم بیگانه نیست که تقیه کنه ترس چخیلی که دروغگو مثلا به علی نسبت میتن چطوره. قلت ثم من بعد از ابوبکر کی؟ قال عمر. گفت عمر. ببین جالب ابن حنفیه کن پدرش چخیلی باشه. گفت که خشیت ان یقول عثمان، چون که بین صحابه این گپ بود، حالا میبینم در اینجا ترسیدم که عثمان نگوید. بعد گفتم بعد تو هم بعد عمر. بعد علی ابن ابی طالب گفت که ما انا الا رجل من المسلمین، من یا آدمی که عادی مسلمان هستم، از صف عادی هستم. یعنی خاکساری علی ابن ابی طالب. مثلا اگر میگه در بعضی علمای اهل سنت علی را از عثمان هم تفضیل میدن، فضیلت میدن که علی از عثمان بالاتر است. کارش که بدتر خیر رأی تقدیم عثمان بر علی چخیلی در خلافت از استقرار یافت، و الا بعضی علما میگن که علی از عثمان بهتر است. و ابن الحنفی هم شاید ظاهرا به این چیز میل دارد. لیکن علی گفت که من یک انسان عادی هستم رضی الله تعالی عنه. یعنی ببینید تا چه درجه انسانای بزرگ بودن که اهل فضلش میدونستن. ابوبکر فضلش میدونست، عمر فضلش شناخت، علی ابن ابی طالب. باز میبینیم که قیس العبدی نام شخصی میگه که در بصره روز شنیدم که علی خطبه میکرد. از جمله در خطبه خودش گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر وفات کردن، خدا قبض روح کرد. ثم رأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه فبايعوا وعاهدوا وبايعت وعاهدت. میگم مردم من اینجا علی اعتراف داره که من بیعت کردم، به یک زوری به یک مجبوری. میگه اینکه بعد پیامبر ابوبکر جانشین شد، من برام مردم بیعت کردن، مردم عهد دادن، منم بیعت کردم، منم عهد دادم. گفت مردم راضی شدن، منم راضی شدم. میگه علی بن ابی طالب. خب فعل من الخير، این که خیلی نیکویی هم کرد و جاهد حتی قبضه الله. یعنی علی میگه ابوبکر جهاد کرد. حالا که این کورن مکان میگن که و جنگ مرتد نبود، اون مرتد نبود، اون ابوبکر قبول نداشتن. یعنی که ببینید چه فیلم سازی میکنن، اسپکتاکل سازی میکنن. حالا که علی میگه که مردک جهاد کرد، مردک چی کرد. یعنی که ببینیم یعنی که در حقیقت در گواهی دادن، گواهی علی بن ابی طالب که صادق ترین مردم است، صادق ترین مردم است. لیکن
اونایی که امروز دعوای پیرویش دارن چقدر به حق تهمت میزنن. این که در کوفه مثلا وقتی پرسیده شد درباره بیعت با ابوبکر میگه که فاعطى المسلمون البيعة الطائعين، یعنی که اطاعتکاران و مسلمانان به اختیار خودشون رفته بیعت کردن بین عباره جهلی به علی. میگه فكان اول من سبق في ذلك من ولد عبد المطلب، انا اولین فرزند عبدالمطلب که بیعت با ابوبکر من بودم. این در چی اومده است؟ اسود الغابه مثلا علی صراحتا میگه که من ابوبکر بیعت کردم. اما بعضی کتابایی که در کتاب رافضه هم بین استاد این چیزا هست، مثلا مقصد این چیز عمدن آورده شدیم چون که دونن که در کتابای اونها مثلا همه خیلی روایت ها هست، لیکن در آخر میبینیم که اینا چه خیلی این روایت رو تعبیر میکنن. کاشف الغطا یکی از علمای تقریبا 100 چند سال پیش گذشته میگه که و حين راى، یعنی که وقت دید، میگه علی وقت دید که خلیفتین یعنی ابوبکر و عمر میگه بذل اقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدا بايع وسالم بین ایبوره. میگه وقتی دید که اون دو خلیفه اومدند و تمام جهد و کوشش خود رو تلاش خود رو صرف کردن برای نشر کلمه توحید و آماده کردن لشکر و وسیع کردن فتوحات. حالا شیطان گفت من این کار میکنم فتوحات میگن، کی گفت که فتوحات کنم، کی گفت که این کنم؟ علمای خودشون پیشتر این شبهه رو اونا اصلا از کی گرفتن؟ از خاورشناسا. حالا فقط برای خاطر طعنه زدن به ابوبکر و به عمر و به عثمان این چیز فتوحات انکار میکنن، در حالی که علی سبب یکی از بیعت کنش با ابوبکر این بود که اونها دایره فتوحات وسیع کردن، مثلا ابوبکر و عمر. میگه ولم یستأثرون که هیچ چیز به خود نگرفتن، دنیا جمع نکردن، ولم یستبدا استبداد و ظلم هم نکردن، بایع و سالم هم بیعت کرد هم مسالمت با اونها زندگی کرد. در کتاب اصل الشیعه و اصولها صفحه 124. این از کتاب خودشون برای یکی از مرجع‌های اونها حساب میشه. یعنی اینا گواهی از اونها هستن. این که با هم شرح نهج البلاغه ببینیم میگه که علی بن ابی طالب اون میگه که در مدح شیخین ابوبکر و عمر میگه که وكان أفضلهم في الإسلام كما زعمت وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق والخليفة الفاروق. وبعد مجاكي ولعمري أن مكانهما في الإسلام لعظيم. بين در علی ابن در این کتاب نهج البلاغه است. مثلا میگه که اونها در دین خدا روسکویی بودن، مثلا این خلیفه یکیش صدیق نام داشت که فاروق نام داشت، ولی که ما چند بار وقتی صدیق و فاروق گفتیم بعضی ناراحت شدن که چرا صدیق و فاروق. صدیق و فاروق لقب علی هست، ولی که علی اونها رو صدیق و فاروق میگه، یعنی اونها امام خودم اطاعت نمیکنن، امام گوش نمیکنن. حقیقت و غل. خب ولعمری ان مکانهم فی الاسلام العظیم، یعنی که مکانتون خیلی در اسلام بزرگ است. این در چی است؟ شرح نهج البلاغه. خب استاد از دیگر امام هایی که آنها دعوای پیروی آنها میکنند در حق شیخین ابوبکر و عمر روایت های هست؟ بله، اگر یاد داشته ما چند نواری داشتیم درباره امام های امام صادق و باقر و بله. که اونها چقدر انسانای بزرگ و علمای اهل سنت و جماعت بودن. هم استادای اونها از علمای تابعین و اهل سنت بودن و هم شاگردان اونها. از امام سجاد اومده است که درباره صحابه هم میزنن. امام سجاد یک کتاب خوبی دارن، در یک کتابی هست که به نام صحیفه سجادی، اونجا دعاشون جمع کرده هستن امام سجاد اونها. خب میگن که مرد از عراق، یک چند مرد از عراق اومدند و درباره ابوبکر و عمر و عثمان هر خیلی که پاییزدن گپای بیکار خیلی که امیر دور و نشمه. بعد امام ناراحت شد، امام سجاد گفت که الا تخبرونی انتم، یعنی که آیا من خبر نمیدید که شما آیا از جمله المهاجرون الاولون الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا، این آیتی که درباره فضیلت موجود است، از همونا هست شما اولئک هم الصادقون اجمعون. گفتن که قالوا لا، گفتن که اخی باشه شما از جمله اونایی که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، از جمله اینکه انصاری ها هست شما، یا کسی جا داد شما. گفتن که قالوا لا. بعد گفتن که اما انتم قد تبرأتم ان تكونوا من احد هذین الفریقین، دیدیم که شما از این هر دو گروه نبودنتون خودتون بدن خودتون. گفتن و انا اشهد انکم لستم من الذين قال الله فيهم، و من گواه هستم همچون امام ملکی که شما اینچنین از جمله آنهایی هم نیستید که خدای تعالی درباره اونها گفت که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا.
یعنی که امام به همین چیزا استدلال که اصطلاح قرآنی زیبا هست که امام صادق کرده هستن. این در کتاب کشف الغمه جلد 2 صفحه 291 دیگه است. یعنی که کتاب خود اونا است. من گفتم که عمدن آوردم تا اینکه اونا دونن که این نمود حدیثات در کتاب اونا هست، لیکن اینا همیشه چی قایچی بدستند و یک چشمه نگاه میکنن. یا امام صادق ببینیم، امام صادق میگه من فخر میکنم که من نبیره ابوبکر هستم از جهت مادر نبیره ابوبکر. و اینها اعتقاد دارن که عجیبی باید که نسل امام پاک باشد، خونش پاک باشد. اگر شما طعنه به ابوبکر زنید، طعنه به ابوبکر زنید، به فرزندان ابوبکر زنید، امام شما خون ابوبکر در رگش جاری هست. چه میبینید شما بابای او قبول ندارید، باباش تحقیر میکنه. مثلا یه دقیقه تناقض عجیبه هست. و یک نفر اومد امام جعفر صادق پرسید، گفت که اخبرنی عن اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد ام کذبوا. امام صادق گفت که بله صدقوا، یعنی صحابه راستگو بودن یا دروغگو بودن؟ امام صادق گفتن که راستگو بودن، بلکه پیامبر رو تصدیق کردن و صادق بودن در ایمان خودشون. یعنی بازم کتاب خودشون، بله از کتاب خودشون اصول کافی، یعنی که کتابی است که مهدی و مهر صحت گذاشته که است. یعنی ببینید که اصحاب امام صادق هم بین اصحابشون گرنگ بودن. چرا میدونید؟ دروغ که بسیار بود. از نام امام صادق تهمت‌ها نسبت ابوبکر و عمر و کی بود، اومده باور نکرده خودشون خصیصا اومده امام پرسیدن که امام همین گپا راست است؟ امام گفتن که آخه با صحابه است و بابا و همصحبتاشون هستن اونا. خب این که خودی گفتم فخر میکنم بابایش. خب این روایت دیگری که امام صادق اینجا آورده از امام صادق میگن که یک زن اومد پرسید امام صادق، گفت که ابوبکر و عمر چه خیلی آدم بودن، لیکن برای اونا بهانه نمیوند که این تقیه میکرد. امام بیچاره امام صادق هر چی گپشون معقول، حدیثی که هست در کتابشون معقولشون میگن تقیه است. تقیه از زنم نخود ترسد امام که باید طبق روایتون امام باید شجاع‌ترین مردم باشه. بعد گفت که تولیهما، دوست دار گفت هر دوش امام برای خودت سرپرست کردن که کلمه ولی استفاده بود. فقالت فاقول لرب اذا لقيت انك امرتني بولایتهما، یعنی که من روان پیش خدا به خدای خود روبرو شدم که روز قیامت گفتم که تو من دستور داده که هم دو نفر دوست دارم. یعنی که امام صادق ترسونده است گفت که یعنی که در حقیقت میخواد، یا شاید که اون همون زمانی که میخواد دروغگو بودند و امام صادق نامشون پس میزنه، این زنک هم دیگه شونده بود، گفت که این حقانه است که تقیه است به اصطلاح. بعد امام گفتن که فقال نعم، این در رازة الکافی جلد 8 صفحه 101 دیگه است. بسیار زن هم سرش گران کرد. بله گران که این دروغ با این فابریکه دروغ خوب کار میکرد دیگه، مردم به همین شک و شبهه میافتادن. و این از حسن عسکری 11 امام روایت اومده است که در واقع روایت خیلی وحشتناک است. اگر همین کمتر ایمان داشته باشه، اگر همین آدم گمراه. امام حسن عسکری درباره اونایی که صحابه رو بد میبینند و بغض و عداوت دارن میگن که ان رجلا ممن یبغض آل محمد و اصحابه الخیرین و واحدا منهم لعذبه الله عذابا، یعنی مرد از مردها که آل محمد بد میدید و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بد میدید، خداوند به عذاب گرفتار کرد که لو قسم على مثل عدد خلق الله لاهلكهم اجمعین. اگر همو عذاب همه تمام مردم با تقسیم گره شود، اگر آوای هم زیادی میکردن برای یک آدمی که قد بغض داره، داری طعنه زدنشون و دشنام دادنشون و ناموسی پیغمبر مثلا به وای کشیدنشون این طرف است، فقط بغضش، یعنی که بدبینی داشتن نسبت اصحاب پیغمبر به همین عذاب گرفتار میشد. این تفسیر حسن عسکری کتاب برون تفسیر داره که در صفحه 157 دیگه است. خلاصه استاد گفتیم که همه روایت رو اونو چه قبول میکنن؟ مثلا اینا زمینه مثلا یک رافضی خون یا دروغگو خون مثلا، خب میبینن میگه که در حقیقت اونو محتار شدن، حیرت زده شدن که چیکار کنیم این روایت ها، اینجا ما روایت های فلان خیلی داریم، بولش به خیلی روایت داریم که مثل اهل سنت است، چیکار میکنیم؟ گفتن که اینجا گفتن ما جز میگن این حمل به تقیه دیگه راه نداره، تقیه میکردن، امام میترسیدن برای احتیاط میکردن به اصطلاح حضور گفتن، بنابراین مجبور میشدن که خیلی گپای دروغ بزنن، اینکه فتواهاشون دروغ، بنابراین اینکه از کتاب اونها راست و دروغ جدا کردن خیلی قلیه است. بنابراین بسیاری گفتیم از 75% حدیث و حدیث دروغ هست، یعنی که در آخر استاد بعضی روایتی که شما آوردید علی در کوفه در حالت خلافت بودن، در حالت قوت بودن،
مثال گفته که هستن چقدر تخیه میکنن بالای منبر مثلا. ولی علی حاکم بود، حسن بود. دیگه عجبش این که اینو وقتی دو قسم تقسیم گفتن که ما اجماع داریم که همه آدم گندن که اصحاب پیامبر. این طرف امام خیلی گفته از آیا گپ امام میگیریم یا اجماع میگیریم؟ گفتن که نه اجماع میگیریم، گپ امام تقیه به حمل میگیریم، به تقیه حمل میگیریم. برای خاطری علمای خودشون خطا کار نبرن، امامایی که دعوای اسمت شده دارن اونا رو خطا کار بردن، اونا رو تقیه چو ترسونجا کو بزدل پروردن نعوذ بالله. یعنی که به همین شکل، یعنی که چی میشه علی بین مردم برام یک چی میگه که در دلش وای گپ نیست، با چیز اعتقاد نداره. حسن هم خیلی، حسین هم خیلی، جعفر، صادق، باقر، سجاد، همه اونا هم خیلی. نعوذ بالله. فقط برای اینکه علمای خودشون چی خدا پناه دهد. سبحان الله. استاد در برنامه‌های گذشته گفته بودید که در سقیفه از مهاجران 3 نفر بودن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده. عددی مهاجرای هم خب کم نبودن در مدینه. برای چی 3 نفر؟ دیگر مهاجرا چی برخورد داشتند؟ آنچه که در سقیفه گذشت و کجا بودند؟ بله البته برای درک کردن باید که همون با قسم‌های پیش نوار باید مراجعت کرد. اونجا گفتیم که این چیز خیلی یک براسته که پا برآمد به اصطلاح. خب گفتیم ابوبکر و عمر در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله بودن و اون نفر اومد اون رو فریاد کرد هست عمر بود یک بار شد این کارا. در حالی که می‌بینیم که در اکثری مثلا مهاجران صاحب رای بودن، صاحب مشوره بودن، بین اونها مثلا زبیر بود، طلحه بود، عبدالرحمن بن عوف بود، سعد وقاص بود، یا دیگر مثلا بزرگا چه خودی علی هم گفتیم یا بزرگ. انا که اینا در حقیقت کم در خفه شدن، اینا رو از اون خفگی برون من گفتم که چه میشه که از نام مهاجرا فقط 3 نفر میرن. البته این شاید در اونجا آموزه‌های و پیچ بین مردم بود این چیز، لیکن از طرف دیگر آخه ابوبکر و عمر و ابو عبیده عذر داشتن کو. یعنی که این چیز ابوبکر و عمر و ابو عبیده مصلحت و مشورت کرده رفته انتخاب کرده گرفتن خودشون. باقی چه خیلی گفتم من در از بالای همون تکفینی پیامبر برام رفتن اینو و ابوبکر و عمر بعد در راه ابو عبیده دیدن و علاقه انصاری قریب بود که سعد بن عباده انتخاب کنن. همین حالت بود که بنابراین باید که اونا عذری اونها فهمیده میشد و امکان بود که یعنی که همین چیزا اگر اونها هم بیعت نمیشد به چیه تفریقی و فساد و به یک کشمکشی کلان یا شاید گرفتار میشدن مسلمانان. یعنی که البته هدف ابوبکر و عمر و ابو عبیده این استثناء کردن دیگر مهاجرا از این انتخاب و از این مشورت نبود، بلکه حادثه اونشون به سرعت پیش میرفتن که اینا امکان همه انسان‌ها رو جمع کردن در اونجا نداشتن. برام با مهاجران احتمال این چیز میفهمیدن که این کار اینکه یک بار شد ناگهانی شد این کار. وقتی که همین گپ خراج بسیار شد ابوبکر صدیق منبر برام گفت فهمیدین که گپ شده است که خیلی میگه که منم خیلی تو سابقه دارم، منم سابقه دارم، منم پیامبر هم قبیله، منم قریشی هستم. اینجا ابوبکر که والله ما كنت حريصا على الاماره، میگه به خدا من به این امیر شدن و به این خلیفه شدن هیچ گفت نه شبانه نه روزانه یگون وقت من این آرزو کرده نیستم و رغبت هم نداشتم و از خداوند نپرسیدم، حیاتم نپرسیدم که من امیر مسلمانو کنم، نه پنهانی نه آشکارا، این چیزا من پرسیده نیستم گفت ولیکن اشفقت من الفتنه، از فتنه ترسیدم. میگه یعنی که فتنه اینجا چی است؟ همون اگر گفت اونجا همین کار اونها میکردن خودی من مهاجری هستم، از شما هستم، هم قبیلتون هستم و شما از من خفه هسته که به مشورتی ما انتخاب کردید منم چی رسد به اون که اگر انصاری خلیفه میشه شما برخوردتون چه خیلی میشه. یعنی که به همین معنا گفت که ولکن قلت امرا عظیما، خیلی بالی من مثلا همین کار بزرگ بار کردن من طاقتی وی ندارم مگر به نیروی الله تعالی، مگر به کمک الله تعالی، مگر به یاری الله تعالی. خلاصه ببینید همینجا کلمه اشفاقتی بار دیگر شده بود این که خوف سر زدن فتنه بود. ابوبکر که اونها رو بیان کرده است که همین حالت بود. شما من فهمید میگن که من این مصلحت کرد رفته ولی میبینید فکر حضرت عمر هم هست اینجا. خب اینه که ابوبکر صدیق رو اینه که مردم به زودی فهمیدن، اینه که درک کردن که چرا این چیز مثلا به این قدر به سرعت انتخاب شده است و دیگر مهاجران راضی شدن، دیگر همه که خواستن باز به اصطلاح تجدید بیعت کردن. خب و بینید با اینجا دیدیم که چه خیلی اجتهادی انصاری و خدا رحمت کنه خطا بود که بینید حتی مهاجرها از مهاجرای خودشون خفه شدن. مویه در مشورت شریک نکرد. یعنی البته بس به قبیله چگی و بس به تعصب بس به این چیز نبود،
چه خیلی گفتیم که یک قضیه بزرگی است، یعنی که خلیفه مسلمانان جانشین پیامبر است، یعنی که باید که در این مشورت ما اشتراک کنیم. بلکه این یک اختلاف چی طبیعی بود. اصلا اگر اونو اختلاف نکنه ما باید حیران بشیم. انسان است، طبیعت انسان است، اختلافش ممکن است، نافهمیش ممکن است. هر کی یک عقل خودش داره، چنین عقل خودش کم بدونه. بنابراین صحابه ها انسانی بودن که اختلاف هم کنن، مثلا جنگی نمیشتن، چون که میدونن که پیامبر گفتن که از سیر زیاد هجران ممکن نیست. بله. بعد در زمان خلافت عمر یک آوازه شد، یک آدم میگه که اگر من عمر مراد فلانه بیعت میکنم، چون که بیعت ابوبکر ناگهانی بود، کلمه فلته استفاده میکنه، فلتتن. بعد عمر بن الخطاب وقتی خبر میرسه میخواد که در میدان عرفات گام بزنه که کدام صحابی مشوره میتونه میگه که در اونجا گام بزنه، اینجا اون میفهم دیگه نمیفهم دیگه، اصلا بدوی و از اوای اون دیگه از صحرا هیچ درک نمیکنه. خوب میشه که این مسئله بود در مدینه گام بزنه. بعد عمر بن الخطاب تو میبره مسئله رو وای میکنه، میگه که بعضی هم خیلی گفته ایستاد ها، یعنی به اسلام میگم که تصحیح مفاهیم، یعنی که عمر بن الخطاب میخواد همین چیز کنه که گفته ایستاد که درست ناگهانی بود، لیکن الله تعالی با اون پیش فتنه رو گرفت. میگه که یعنی که اگر همین بیعت احتمالاً بیعتی که احتمال که ناگهانی شد، فساد بزرگ بردنش ممکن بود، به فساد بزرگ. اگر ابوبکر نمیشد، یعنی که بیعت شده اگر ابوبکر، یعنی با انتخاب ابوبکر خداوند یک فتنه بزرگ پیش روش گرفت. یعنی عمر میترسید که و همین گفته این گپ گفتنش برام بود که میترسید که بعد از عمر ابن الخطاب مهاجران تقسیم شدن، یک گروه من علی رو انتخاب میکنم، من زبیر رو انتخاب میکنم، من عثمان و من طلحه. برای که همین چیز نشد، عمر رضی الله عنه اون رو به شورا دعوت کرد. درست وای ناگهانی بود، لیکن آینده باید به شورا شود. باید که به اصطلاح دندان زده، باید که نامزدای انتخاب شونده رو باید که شما تعیین کنید. اما یک چند انسان رو که شورا در شورا صاحب رأی باشن، صاحب مشورت باشن که اونها برای مسلمان‌ها انتخاب کنن. خب یعنی که خودتون رو با ابوبکر قیاس نکنید. هیچ که از شما مثل ابوبکر شد نمیتونه. ابوبکر یک مرد بود که همه پیر جوان همه او رو دوست داشتن و فضیلتش هم بده و با اقرار هم داشتن میگه در همین چیز.